بابا بله. دیشب نصف شبی داشتین چیکار میکردین؟ یعنی چی کار میکردی؟ خب من بلند شدم برم دستشویی، بعد دیدم صدای عجیب غریب داره از اتاق شما میاد. البته بیشترش هم سر صدای مامان بود. اول فکر کردم داره گریه میکنه، بعدش یهو وسطاش گفت او آره یس او ای ادامه بده نزن تموم نکن. احتمالاً داشتی خواب میدیدی عزیزم. نه بیدار بودم مطمئنم. تمام مدت داشتم گوش میکردم. واقعا؟ آره. تو تحقیقات داشتی چی میخوردی؟ چی می‌خوردم؟ آخه یه جا مامان گفتش که نریزی رو ملافه را تازه شستم، بعدش یهو صدای عجیب غریب اومد گفت او پسرم من مطمئنم که داشتی خواب میدیدی. نه خواب نبودم. راستی شیره چیه؟ میگم چطور امشب همه با هم بریم سینما؟ مامان خیلی عصبانی شده بود، میگفت شیره خودی درسته اونجوری اصلا نمیتونم. احتمالا منظورش اردشیره بوده. مامان 50 تومن. چی؟ 50 تومن بهت میدم اگه دیگه این حرفا رو جایی نزنی. 100 تومن باشه. خدا بده برکت.